با سلام. امروز یه سری آموزش رو داریم که چگونه بازیامون رو با لگ کمتری اجرا کنیم و از شر لگ خلاص بشیم. خب برای آموزش اول باید بهتون بگم که کارت گرافیک شما حتما باید انویدیا باشه و اگه انویدیا نیست روی این آموزش بپرین و روی آموزش بعدی رو اجرا کنیم. خب آموزش اول، روی دسکتاپ راست کلیک میکنیم و روی انویدیا کنترل پنل میزنیم. خب اینجا میبینید یه گزینه هست به نام منیج 3D setting، روش کلیک میکنید و بعد روی گلوبال ستینگ کلیک میکنید. خب حتما گزینه گلوبالتون باید روی این گزینه باشه، هایست پرفورمنس انویدیا. اپلای میزنید. خب حالا میرید به قسمت پروگرام ستینگ. در قسمت پروگرام ستینگ برنامه یا بازیتون رو از اینجا اضافه کنید و اگر جزء این گزینه ها نبود در این قسمت که نوشته اد بزنید و بازیتون رو یا برنامه‌تون رو اضافه کنید و بعد اد سلکت کنید. خب من بازی مثلا کال آف دیوتی مدرن وارفار هستش، میزنم روش و اینجا در این گزینه میذارمش روی هایست پرفورمنس. دقت کنید اینجا که میذاشتیم روی هایست پرفورمنس، اینجا باید باشه روی هایست پرفورمنس و اپلای کنید. همینطور بازی دیگه، هر بازی که براتون لگ داره رو از اینجا بیارید انتخاب کنید، نبود از اینجا اضافه کنید، بعد روی هایست بذارید و بعد اپلای کنید. خب این آموزش اول. آموزش دوم ما اینی که به قسمت سرچ بریم، درصد، تمپ، دوباره درصد. بله خب داخل این فایل میشیم و هر فایلی که داخل این پوشه هست رو پاک میکنیم. حالا من چون زود به زود این فایل رو پاک میکنم، نمیذارم زیاد بشه، برای همین دو تا بیشتر نیست، معمولا از شما زیاده. همه رو میگیرید سلکت میکنید و بعد پاکشون میکنید. اونایی هم که پاک نشد فایل های اجرایی، روی اسکیپ کلیک کنید. خب آموزش بعدیمون اینه که به قسمت مای کامپیوتر بریم و روی درایو سی کلیک، راست کلیک، پروپرتیز. خب حالا در اینجا قسمت جنرال یه دیسک لناپ داریم، روش کلیک میکنیم. وقتی روی دیسک لناپ کلیک میکنیم معمولا طول میکشه. حالا من چون سیستمم سرعت بالایی داره زود اجرا میشه، ولی برای بعضی سیستم ممکن طول بکشه، این چیز عادیه. خب تیک ویندوز آپدیت کلن آپ با تیک ویندوز دفندر آنتی ویروس با تیکای تا تمپوری و اینا باشه. فقط شما تیک دانلوداتون رو بردارین. اگه دانلوداتون 0 بایت بود که هیچی بذارید، مثلا اشکال نداره، ولی اگر تیک جلوی دانلودتون بیشتر از 0 بایت و روی مگابایت گیگابایت هم بود، حتما تیکشو بردارید. خب صد آشغالتون اگه چیزی داخل دارید میدونید تیکشو بردارید، دیگه نیاز نیست تیکای دیگه بردارید و روی اوکی بزنید، دیلیت فایل. خب اینجا یکم طول میکشه تا فایلتون پاک کنه، بنابراین صبر میکنید تا فایل انجام پاک بشه. خب کار ما تموم شد و اوکی میزنیم. این سه کار اصلی و روش های اصلی هستن برای اینکه دیگه بازیمون لگ نشته باشه و من خودم و دوستانم تست کردم و خیلی خوب برامون جواب داده. با تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد میتونید کانال ما رو فالو داشته باشید و اون زنگوله رو هم بزنید برای اینکه اگه ویدیو گذاشتیم براتون بیاد. اگه دوست داشتید هم میتونید کامنت بزنید. با تشکر.